بچه‌ها چطورید؟ امروز اومدیم برای ساخت زیردریایی به صورت اتوماتیک. قبل از شروع اگه چنل ما رو سابسکرایب نکردی، عضو این خانواده ماینکرافتی نشدی، همین الان ساب کن. چرا ساب نمی‌کنی؟ زنگوله رو هم بزن، بلوف نیست. بعدش هم لایک کن، کامنت هم بذار. برو بریم. 2000 years later. برای شروع کار میایم زیر آب، یه نایت ویژن هم بریم که زیر آب همه چی معلوم باشه. میایید کف بلاک یه استون برمیداری، یه 5 تا استون میایید بالا ارتفاع بلاک، یعنی 1 2 تا 3 تا 4 تا، این هم 5 تا. بعد اینجا رو شما یه پیستون قرار میدین و اینا رو خراب میکنیم تا اینجا اوکی. و کاری که شما میکنید میایید اینجا یه اسلایم قرار میدین و اینجا 3 تا بلاک قرار میدین و وسط اینجا که استون هستم یه دونه قرار میدیم. و کاری که میکنیم میایم ابزرور رو به این شکل اینطوری قرار میدیم و اینجا یه دونه استیکی پیستون قرار میدیم و یه دونه هم اسلایم. و کاری که میکنیم میایم یه بلاک میذاریم اینجا و میاید شما پایین شیفت رو میگی میاید پایین و کاری که میکنید ابزرور رو جوری قرار میدین، گوشه رو میگیرید اینطوری که صورت ابزرور چهره زیبایی که میبینی معلوم باشه و اینو خراب میکنید. برای زیبایی کارم میتونی استون اسلپ بذارید کنار چی میگن اسلایم. تا اینجا اوکیه کار. بعد شما میایید یه پیستون بر میدارید و اینجا قرار میدین. نه دیگه اشتباه کردیم، میایید اول ابزرور باید کار کنه دیگه. ابزرور رو قرار میدین که فلش رو این شکلی باشه و میایید حالا نایت ویژن پرید میزنیم حال میکنیم اوکی. و میایید شما پیستون رو قرار میدیم، میایم اینجا اسلام، آخه اینجا چیه؟ اسلایم رو اینجا قرار میدیم، وسط رو خراب میکنیم، یه دونه بالا یه دونه پایینم اسلایم میذاریم، یه دونه استونم به این شکل قرار میده. بعد این کارا شما میاید کاری که میکنید اینجا یه ابزرور به این شکل قرار میدیم، بعد یه استون قرار میدیم، شد 2 تا استون گذاشت. خب میایم ریل زیبا و خوشگل. جای چی بذاریم؟ اینو میذاریم که میایم ریل رو میذاریم به این شکل. بعدش این کارت ماین کارت ها رو قرار میدیم و کار که میکنیم یواشکی میایم دقیقا بر میدارید، تمام شد. میذاریدش، زیبایی کار رو نشوند، اصلا رخ داره. خب بعد کاری که میکنی یه پیستون باز قرار میدی، میای اینجا هم گلسه کوش، گلسه زیبا رو بر میداری. زیبا خوشگلن دیگه، اصلا زیبایی داره، ارمغان میزنه. خب یه بلاک هم میذاریم و میایم این استون اسلبا رو هم قرار میدیم واسه زیبایی کار. ببینید این الان یک وسط های کار دیگه 80% کار انجام شد. برو بریم. خب بعدش میاید شما اسلایم رو باز بر میداری، میاید اینجا اینطوری بلاک استون رو قرار میدیم و میاید شما اینجا رو اینطوری قرار دادیم، میایم این بلاک هم بر میداریم و کاری که میکنیم بر زیبایی باز کار اسلبستون میذاری و دیگه نایت ویژن ما رو سرویس نمید. خدا برس به دادمون. یک چهره زیبای ما رو مشاهده کنی. رخ زیر دریاییمون رو از بالا مشاهده کنی. برو بریم پایین. خب بریم بسازیم. کجا بودیم؟ اینجا بودیم. حالا کار که تموم شد میاید 2 تا بلاک این شکلی میذارید، قرار میدیم، کار میکنه دیگه. و میاید شما این پله ها واسه زیبا سازی کارتونه.
تموم شد. کلا زیر دریایی زیبامون تموم شد. زیبا رو ببینید چقدر زیباست. ما چش میکنیم. ماچ شد. تمام. نایت ویژنه. چیه؟ بارونه آخه. هوای چیه؟ هوای بارونیه. خب بریم برای تستش. اگه لک خوردیم شرمنده. سیستم دیپ زمینیه. سیب زمینیه. پوتیتوه. دیپ زمینی پوتیتو. ما میگیم دیپ زمینی. برو بریم. یه سونو میذاری. داداشم کار کرد. وایسا من بیام. تمام. یعنی حال کن. زیر دریایی دیگه هم نیازی به این نداری که بی بالا اکسیژن تنفس کن. دیگه این بلاکای یه لحظه کار کرده. این صدا میده بابا. یه لحظه وایسا من این صدا سگ مصبو کمش کنم. اوکی میبینی که داره کار میکنه. بذار F5 بزنیم چی؟ یا علی ولش کن نخواستیم. خب شیفت رو میگیریم میایم بیرون. میایم اصلا زیباست دیگه. زیبایی کار همینطوری برای خودش بیه دیگه. بذار یه بلاک بذاریم. داش وایسا ولش کن. میخواید مسدودش کنید میایین کاری که میکنید. یا الان ما مسدودش کردیم. خواستید دیگه کار نکنه با 3 تا بلاک اینطوری تمام کار میکنه. اینم بود از زیر دریایی زیبا خفنمون. اگه از این ویدیو خوشت اومد همین ویدیو رو لایک کن. چنل ما رو هم ساب کن. هوا هم که بارونه. الان یه رعد. بریم بالا. لایک کن دیگه. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.